سلام بچه، خوش اومدید به دومین ویدیو مستر رد از کانال مستر رد. امروز اومدیم بچه با هم دیگه کل تنظیمات بلو سکس هم بهتون بگم. یکی از بهترین تنظیمات بلو سکس حالا نمیدونم توی چند روز اخیر حالا گرفتم. خیلی تنظیمات ناموسن خوبیه، بزنین استفاده کنین، خیلی سوسیسیه. اول زمان بچه بریم یه ترینینگ باشه، تمرین سوسیسی بزنیم ببینیم چطوره این 3 سال من اول هم که من دست کار پلی ندارم، حالا بریم ببینیم چطوره. که من لگ دارم بریم بچه حالا نوان پیش بخوره، نوان پیش نها کن یک ثانیه بخوره دیگه بقیه دلوش باید باش بچه تمرین کنیم. من دلو زن نیستم نوان پیش خوبه، دیزرتش حالا اگه زیاد بکشید بالا خوبه، چون آقا سنس خیلی کنده. این سنس گروهی که من باید 6 دفعه بشه کنم، ولی خب من حالا براتون یکم سریش کردم، آپگریدش کردم بهتون. خب بچه اولین کاری که میکنید اینه که آقا ما این چیکار میکنیم، مثلا تنظیمات میدیم ایکس و وای مون آقا چنده. اول تو بچه ایکس نه ایکس و وای اول نمیدیم بچه، اول از دی پی آی شروع. بچه دی پی آی ما چنده؟ 1024. این دی پی آی ما 1024. حالا ما چطوری دی پی آی 1024 کردیم وقتی اصلا هنوز تا دی پی آی 999 ما کلا داخل بلو سکس نداریم. این بلو سکس هم که دارم آخرین نسخه بلو سکس، حالا دیگه 5.22.125.10.01 بلو سکس 10 آخرین نسخه بلو سکس هم دیگه براتون میگم. حالا ما چطوری آقا دی پی آی مون رو کردیم 1024. بچه بریم الان آموزش این دی پی آی 1024 رو بچه وارد دیسپیسی میشیم. درایو سی تون اینجا یه گزینه براتون میاره، حالا من فعالش کردم. دیتیلز، این دیتیل رو بچه ویو میزنید، دیتیل ها ویندوز 10 یه طور دیگه، ولی حالا ما تا اینجاش بلدیم. دیتیل رو میزنید، پروگرام دیتا، از اینجا پروگرام دیتا رو که پیداتر میگردید دنبال یه بلو سکس NXT اینو میرید داخل، یه یه سرخط سفید رنگ اینو میرید داخل با نوتپد بازش میکنید. حالا اگه هم خود نواری با چه دیگه بازش کنید. اینجا میاید پایین، ناکن دقیقا همینجا میاید ناکن، بعد بگردید دنبالش، بیاید پایین تا اینجا. من از کجا فهمیدم این ناکن اینجا نوشته دی پی آی کنارش، میتونید اینجا تغییر بدین. مثلا ممکنه بکنم 999 1024 هرچی دلتون خواست. حالا من کردم 1024 چون که بهترین دی پی آیه که من تو زندگی میتونم بچه‌ها. اول از همه دی پی آیتون رو 1024 کنید، همه از این گزینه بگذارید. تموم شد. نگاه کنید بچه‌ها، ایکس و وایتون خیلی مهمه. ایکس و وایتون ایکستون باشه 24، نه ایکستون باشه 2 نقطه یا همون دات 34، وایتون باشه 0.52. البته برای دی پی آی چی؟ برای دی پی آی 1024. از این بحثا که بریم بیرون بچه ها، سنس گیمون بچه ها خیلی سنس مشتیه، سنس منطقیه، سنس همه صفر، ردات 35 چیز دیگه نه، فقط ردات 35 کنیم دیگه، بقیش نیاز نیست. همین آقا تموم شد تا اینجا کار. بچه حالا میبینید اینقدر موس من حالا تو چشم خودتون سریعه، ولی نها کنید موس من خیلی کنده. این به خاطر چیه؟ رجدیت. ما تو ویدیو بعدیمون چیکار میکنیم؟ میایم آموزش رجدیت میذاریم براتون بچه ها. آره دیگه بچه ها، فقط حواستون باشه وقتی دارین دی پی آی میزنین اشتباهی عدد رو وارد نکنید، چون باعث میشه سیستم به فاک بره. من چند تا از تنظیمات بلو سکس هم بهتون میگم کنم، چون این ویدیو در مورد تنظیمات بلو سکس. اولا اگه میخواین کل سیستم به کار بندازیم دیگه، حالا بزنین اگه مثلا دیدین بعد اساس سی پی یو تونه بچه اینجا، مثلا اینجا ما حالا تا 6 داریم، تا 6 هسته داریم، من 5 نادم، شما 6 نزنید چون سیستم نکنین یه ارور میاد، سیستم به فاک میره. حتما همون یکی قبل اون آخریتون رو بزنید، یکی قبلش. من 6 رو دارم، شما بزنید. حالا کارگرفتون قوی‌تر، مثلا تو 12 دار شما بزنید 11.
حالا برای مموریتون بچه 8 گیگ بذارین، 4 گیگ کمه، در 8 گیگ رو بذارین خیلی جالبه. بالانست بچه ها بزنین FPS کمی بهتون میده، های پرفورمنس بهترینه. اینجا یه وی سینک داره بچه ها، این آره اینو خاموش کنین حتما. حالا اینجا یه چیز داره برای نشون دادن FPS، اگه دلتون می‌خواست FPS تون نشون بده اینجا برای من میزنه بچه. خب میاد این آقا روشن میکنه، اینا خود نه روشنش نمیکنه، ما حالا خودم روشنش میکنم. اینم بچه حتما بر روشن بشه که بالای 240 FPS بگیرید. اینجا هم دیگه نکته خاصی نداره بچه ها. اینجا هم بر اساس مانیتورتون، یعنی مانیتورتون حالا دیگه چند چیزش چنده حالا 1920 در 1080 ممکنه بسی که مانیتورتون داره. اینجا بچه ها خیلی 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 مهمه، همیشه حواستون باشه اینجا خیلی مهمه بچه ها. اینجا هم اینو بزنین رو ولکان، اوپن جی ال ولکان، این همیشه بر رو همین باشه، این نباشه به درد نمیخوره. اینجا ما چند تا گزینه داریم. اول این یوز این جی پی یو رو بزنید، جی پی یو این یوز از جی پی یو تون بچه استفاده میکنه، از جی پی یو تون کامل استفاده میکنه. بعدا اگه بچه ها کنید این دوتا گزینه ما کار رو بالایی، اگه سی پی یو قوی دارید اینو بزنید، من سی پی یو قوی دارم. اگه جی پی یو قوی دارید اینو بزنید، من سی پی یو قوی تره اینو میزنم، ولی اگه جی پی یو قوی دارید اما کارت گرافیک قوی دارید اینو بزنید، ولی من سی پی یو قوی تره اینو میزنم. گیم ستینگ اینجا زیاد چیزی نداره. دیوایس بچه‌ها دیوایس هم نه اینجا چیزی نیست، اینجا چیزی نیست. قسمت فون چیزی داریم. بله حالا اینجا برام چون فیدبک بچه‌ها اینجا میخواید وارد شید فیلتر شکن بزنید، حتما فیلتر شکن بزنید حتما. واردش که شدید اینجا میزنم چند تا گوشی میاره سامسونگ و اینا، بزنید شما راک تو یکی از بهترین گوشیه که مثلا میتونید بداش با بلو استکستون پلی بدین. اینجا هم میتونید ببینید مثلا چک کنید آپگریدی برای سیستمتون اومده یا نه. بچه همین سرتون درد نیارم. گود بای.